تو اگر واقعا افغان هستی، واقعا غیرت داری، در کرکت کس پیش نکو. کرکت نیاز اصلی انسان نیست، برای ثابت میسازه. که دیوانه نشدیم که تو فکر میکنی. کرکت جز تفریحی است، برای ملکایی است که کل چیزش آماده است بشینی یک ساعت تفریح هم کنه. برای ما تو شرم از پای کرکت بشینی. منصور صاحب، مجاب صاحب در فیسبوک خود نشته کرده بود و واقعا جمله مقبول بود. گفت همه اشتیاقی که ما برای کرکت داریم عکس مانده بود. 50 نفر جمع شدن نمود نشستن. اگر دوام سیاسی را بر درسی مردم می داشت وطن جور شده بود. اون رقمی را به سمینار بشی، به سمینار تو دیوانه نه، به سمینار یکم وطن دیگه ولی بر سمینار تو باش، بر درس تو باش. بازی چیزایی که خلاص 21 ساعت کرکت هم دیدی.